سلام، خیلی خوش اومدید. امروز با شماها میخوام برم سراغ یه مبحث خیلی مهم درباره رژیم هاتون. اینکه خیلی از شماها میایین و توی رژیم هاتون کالری شماری میکنید و فکر میکنید که کار درستیه، اما من میخوام واقعا این دفعه بررسیش کنم کامل براتون و بهتون بگم که چرا اصلا درست نیست کالری شماری. شاید اون اول جواب بده، ولی به تدریج میتونه خیلی مؤثر نباشه و چراییش رو کامل براتون توضیح بدم. پس اگر که میخوای بدونی اگه کالری شماری نکنم پس باید چی کار بکنم، تا آخر ویدیو همراه با من باش. خب امروز میخوام با شما برم سراغ کالری شماری. کالری شماری یکی از راههایی هست که افراد انجام میدن برای اینکه بتونن ببینن که خب چند کالری باید در روز بخورن و اون مقدار کالری رو بیان حالا از غذاها کم بکنن و به تدریج بیان مثلا تا آخر روزشون اگه 1500 کیلوکالری هست مثلا اون مقدار رو بیان مصرف بکنن. ولی خب این یه ذره مشکل داره و من اصلا قبولش ندارم. چرا؟ چون که اولین اتفاقی که میفته اینه که شما تمام تمرکزتون میره روی اون که این کالری رو بشمارید و حسابش بکنید و تمام اون تمرکزی که باید بذارید روی مقدار مواد غذایی که میخورید و کیفیت و ارزش مواد غذایی رو از خودتون میگیرید. چون که کالری شماری اصلا توجه نمیکنه به این که من دارم چه مواد غذایی رو مصرف میکنم. آیا دارم پروتئین مصرف میکنم به اندازه کافی؟ دارم سبزیجات و میوه، نان و غلات اینا رو به اندازه کافی دارم مصرف میکنم یا اینکه فقط دارم حساب کتاب میکنم؟ یکی دیگه از اتفاقایی هم که میفته توی کالری شماری اینه که خطا داره. یعنی چی که خطا داره؟ توی کالری شماری تحقیقات نشون دادن که 20 تا 30% خطا وجود داره. یعنی انسان ها در تخمین زدن کالری که میخوان توی رژیمشون استفاده بکنن 20 تا 30% دچار خطا میشن، طوری که اگه اون رو از روی برچسب بخونن یا حتی از اپلیکیشن ها استفاده بکنن یا خودشون تخمین بزنن معمولا دچار خطا میشن. یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که کاملا دچار احساس استراب میشن و استرس میگیرن که چقدر کالری خوردن. خب اون رابطه غذایی که باید شما با غذا داشته باشید سالم باشه از بین میره. رابطه سالمتون رو با غذا کاملا از دست میدید و دائما دارین به این فکر میکنین که من چقدر خوردم، چند کالری خوردم، به جای اینکه ببینید واقعا ارزشش رو داشت که همچین غذایی رو خوردم، کیفیتش چقدر بوده، چه ارزش غذا، چه میکرونوترینت هایی داشته، چقدر پروتئین داشته. فقط صرفا دارین به کالری توجه میکنید. من به نظرم بهترین کاری که میتونید برای خودتون انجام بدید اینه که از لیست جانشینی استفاده بکنید و از واحدها استفاده کنید. چرا از واحدها استفاده بکنم؟ چون وقتی که از واحدها میای استفاده میکنی تو میای میگی که خب خیلی خب من باید یه واحدی از نان و غلات بخورم، یک واحدی از لبنیات بخورم، یک واحدی از گوشت و پروتئین مصرف بکنم، یک واحدی میوه و سبزیجات داشته باشم، یا حالا مثلا اگر قند ساده هم مصرف میکنید اونجا هم لحاظ میشه و حتی چربی رو. ولی وقتی که میان کالری شماری میکنین، من مثلا اگه قرار باشه 1500 کیلوکالری مصرف بکنم میتونم تا همون صبحونه یا تا همون ظهرم این 1500 کیلوکالری رو مصرف بکنم و اصلا خودم هم نفهمم چی شد. بگم که خب حالا بقیه روز باید گرسنه واقع بمونم، یا اینکه نه اگر که بیام از واحد استفاده بکنم، چون هر واحد تقریبا انرژی که داره ثابت هست. مثلا شما فرض کنید که من یک واحد نان و غلات رو معادل یک کف دست نون سنگک در نظر میگیرم، یا 4 کف دست نون لواش در نظر میگیرم، یا نصف لیوان ماکارونی پخته در نظر میگیرم. همه اینا 15 گرم کربوهیدرات داره. چون یک واحدشون عملاً وقتی که برین توی لیست جانشینی‌ها نگاه کنین هر یک واحدش 15 گرم کربوهیدرات داره. یا مثلا برای گروه گوشت هم همینطور هست. توی گروه گوشت چه اتفاقی میفته؟ هر یک واحدش 7 گرم تقریبا پروتئین داره. مثلا من اگر که 1.5 قاشق کنسرو تن ماهی رو مصرف بکنم، یا اینکه من بیام یک قوطی پنیر مصرف بکنم یا یک تخم مرغ مصرف بکنم، اینا همشون، یا یک قوطی کبریت
گوشت مثلا قرمز رو بیام مصرف بکنم، اینا همشون 7 گرم پروتئین دارن. اینجاست که من متوجه میشم که تازه دارم با واحد بندی میرم جلو، ارزش غذایی بیشتر میشه، کیفیتی که دارم مصرف میکنم بیشتر میشه، خطا کمتر میشه، چون توی واحد بندی و لیست جانشینی که دارم که دیگه خطای عملا مثل کالری شماری اتفاق نمیفته و تقریبا خیلی بهتر از کالری شماری هست. پس من توصیهم کاملا به شما اینه که از کالری شماری اصلا استفاده نکنید و بهترین کاری که میتونید در حق خودتون بکنید اینه که از واحد بندی استفاده کنید. و یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که توی کالری شماری صرفا ما چون داریم کالری رو میشماریم اصلا توجه نمی کنیم به سیگنال های سیری و گرسنگی که توی بدن ما اتفاق میفته، چون من تمام تمرکزم گذاشتم روی شمردن اون کالریه. ولی وقتی که من از واحدها استفاده میکنم دقیقاً میدونم که چه واحدی رو صبح بخورم، چه واحدی رو ظهر، عصرانه چی داشته باشم، آخر شب چی داشته باشم. وقتی همه اینا رو من بررسی میکنم انگار که کم کم دارم یاد میگیرم که به سیگنال های سیری و گرسنگی بدنم توجه بکنم، در حالی که توی کالری شماری این اتفاق نمیفته. خب خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه با من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و اون زنگوله رو هم فشار بدید تا اگه من یه ویدیو جدید گذاشتم متوجهش بشید.